در سرزمینی دور مرداس نیک سیرت بر یمن حکومت می‌کرد. اما پسرش ضحاک جوانی جاه طلب بود. اهریمن در قالب مردی فریبنده ظاهر شد و ضحاک را وسوسه کرد تا پدرش را بکشد و تاج و تخت را تصاحب کند. این نخستین گام او به سوی تاریکی بود. پس از سلطنت اهریمن دوباره ظاهر شد و 2 بوسه بر شانه‌های ضحاک زد. از آن 2 نقطه 2 مار سیاه و ترسناک روییدند. پزشکان عاجز ماندند تا اینکه اهریمن در قالب طبیبی پیشنهاد داد تنها راه آرام کردن مارها خوراندن مغز جوانان است. ضحاک فرمان داد هر روز 2 جوان ایرانی را قربانی کنند. 1000 سال حکومت کرد با ظلم، خونریزی و نابودی خرد. کاخ او پر از فریاد مادران، سکوت دانشمندان و سایه‌های مرگ بود. هیچ صدایی جز فرمان شاه شنیده نمی‌شد. در دل این تاریکی 2 آشپز به نام‌های ارمایل و گرمایل مغز جوانان را پنهانی با مغز گوسفند جایگزین کردند و قربانیان را فراری دادند. این نخستین جرقه مقاومت بود. امیدی در دل شب. فریدون جوانی از نسل آزادگان با حمایت مردم قیام کرد. نبردی سهمگین میان نور و ظلم در گرفت. فریدون با گرز گاوسر ضحاک را شکست داد. اما به جای کشتن او را در دل کوه دماوند زندانی کرد. ضحاک هنوز زنده است در دل کوه.